مخلصه اکرم ساکن 32 ساله جماعت یوری در کنار شهر پنجکند با جرم سوء قصد به کشتن همسر نو شوهر سابقش و فرزندان نابالغ او و دیده و دانسته در زیر خطر ماندن جبر دیده ها به 16 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق گفت مخلصه اکرم ماه مارس سال 2022 از سر دیوار به حمله شوهر سابقش در آمده همسر نو شوهرش و فرزندان او را اول لطکوب کرده سپس در درون آغلخانه محکم کرده است و آغلخانه را آتش زده است. وزارت کارهای داخلی میگوید جبر دیده ها با سبب‌های از اراده عیبدار شونده وابسته نموده از مرگ ناگزیر نجات یافتند. مؤلف گزارش گفت شوهرش از مخلصه اکرم بعد 10 سال زندگی مشترک ماه اوگوست سال 2020 جدا شده از نو ازدواج کرده و صاحب فرزند شد، ولی مخلصه اکرم به حیات شوهر سابقش و عائله نو او همچنان دخالت میکرد و در نهایت دست به جنایت وزنین زد. خود این جوانزن در گزارش به طور مفصل حرکت‌های در آن روز انجام دادهش حتی چگونه اثر دیوار پریده وارد اولی شدنش را نشان میداد. نسبت به مخلصه اکرم بر اساس قسم یکم ماده 127 با اتهام در خطر ماندن و ماده های 32 قسم 3 و 104 قسم 2 با اتهام سوء قصد به کشتار 2 نفر از جمله کودک نابالغ پرونده جنایتی گشوده بودند. دادگاه ولایت سوخت در یک مرافعه سیار که در شعبه ملیسه شهر پنجکند دایر شد مخلصه اکرم را در این جنایت‌ها گناهکار شناخته به 16 سال و 8 ماه زندان نظامش عمومی محکوم کرد. حکم خود را مخلصه اکرم در محبس شهر نورک یگانه محبس زنانه در تاجیکستان ادا خواهد کرد.